در پیشاور پاکستان جانبداران دو حزب سیاسی معروف بر ضد حمله هواپیماهای بی‌سرنشین امریکا راهپیمایی انجام دادند. این دو حزب میگویند تا زمانی که امریکا حمله هواپیماهای بی‌سرنشین در پاکستان را قطع نکند، راههای اکمالاتی ناتو به افغانستان را خواهند بست. روزهای اخیر در یک حمله بی‌سرنشین امریکایی در منطقه خیبر پشتونخوا پاکستان دست کم 6 نفر کشته شده‌اند. در کیف پایتخت اوکراین جانبداران مخالفان به نشانه اعتراض در اطراف بناهای حکومتی گرد هم آمدند. سبب این است که حکومت مذاکرات درباره امضای موافقتنامه همکاری‌های آزاد تجارتی با اتحادیه اروپا را به تأخیر انداخته است. روز یکشنبه اعتراضگران با پلیس زد و خورد کردند. ده‌ها هزار نفر گرد هم آمده بودند تا بر ضد تأخیر مذاکرات اعتراض نمایند. و در بلاروس در شهرک رهچاو از روی قوطی رمزی شیر زگوشانکا پرده برداری شد. بلاروس با این نوع محصولات شیری خود نام برآورده است. این قوطی یادگاری رمزی که 75 سال آن را در قلمرو شوروی پیشین چون زگوشانکا میشناسند در نزد کارخانه گذاشته شد. سازمان دهندگان در داخل این قوطی برای نسل‌های آینده نوشتجاتی را گذاشتند. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی میشنوید.